شما پیشین گرمی که بیخی دیگه. مادر جان خانه است؟ خوب است که خانه است. گرمی است بیخی دیگه. پیش من اینجا بوتکای خودم سایه بکشم. بین بفرمایی. برش تو پیش دختر جان. بیاین. الو چقدر گرمی است مادر جان تام نیست و دختر. برین بشینین از مادر من صدا میکنه. بشینین. ها درست بسیار گرمی است نه خوب است پکه که تانم چالان است. خوب سرد است. میشین دختر. بشین خاله جان مای بالش پشت. باش همه جا به خدا بکشیم که گرمی سالو در بدر ما کدی گرمی. چرا کم گرمی بد است؟ خیلی بتین چپن تنوان. گرمی رسیده. بشینین خیلی خاله جان ما برم مادر ما صدا برو صدا کن. خوب سرد کده اتاقش خوب سرد است. مادر بیاین که میمان آمده. بیاین نازکه کن بلند نه. بیاین مادر جان که میمان آمده. هیلا که انتم تواره کن. خوب است جان جور ساعتمن. شکر فضل خود خوب است. بشینین راحت باش. خیر میشینیم. بشینین مادر جان اینجا. همینجا سایس شما اینجا بشین. همینجا بیخی سایس. مر خو یک رقم گرمی گرفت که بیخی دیگه. خوش باشی خوب. خوش باشی که آمدیم خوراکم یک گرمی دیرای باغتان. چیالا چه قصه گرمی بازی گرگه که سعی که دانه دروازه بسته که باش کیا نبیایه. چی کنم دیگه خواره بلگدهی قشلاق و باغ و درخت اگر گرگم نباشه نمیشه. با خدا راست میگی گپتام درست است. مگم برای سیما گل جان گفتم سعی که خورم گرگ از خاطر ما بسته که باش کیا نبیایه. چای نبیاری کلو از گرمی در بدر خودم. چای نمیخورم. دختر جان قنه یک رقم گرمی چای تیار است خاله جان. نه یک گلاسکه و سرد بیارونم غلیمت سم خوب است. خیلی ما میارم بر. چای نبیاری. نام خدا روسکتم قندولک است. خب مامورا میگم که ندیدیم هیچ وقت که ما ایرم آروست گفتم. خب بسیار خوب نه ماشاءالله خوب دخترک است. نه خوارکم. گفتی اما بزرگا سابقا که میگفت که بوتایت پوست سیر شو آسایت نو که سوزن. امو رقم کردیم ما. امو رقم شد بوتای ما پوست سیر گشت آسای ما نو که سوزن. هیچ نیست که اگر روشنی رو دادم روی خوارت پرتی. بیا چیزی که قسمت و تقدیر باشه. بیا توکل به خدا. بیرین خیر بین دختر قندم این همی سر تگه چای میخوردم سرم زوفیت میامد. حالا بسیار گرم شده. بیرین خاله جان نباش. خیر بین دختر. مادر جان بگی. او سرد بودیم. اگه چای میخوردم باور که دمیرای باغ پایایم سستی کرد. یه رقم گرمی خوراک من خو بازم چربی جگرم دارم یک ذره مرقام دارم. اگر از گرمی تیر نمیشدم باور که دلم زوخ میکرد. این گرگه که دیدم گفتم بیا دیگه این حال یک ساعت دیگه پشت کوچه میمانم. نه او کار نداره خاله جان. خوب بود که دختر زود رسید. خب دیگه خوراکم چی گپاس بیادرم چطور است خوب است؟ فامیلا ما خوب است؟ در باغ و شاخ مصروف است. دیگه است زمینداری باغداری همین کارا رو داره. دیگه پشتش نگردیم باز خشک میشه. نمیشه. نه خوب میکنه. چطور است خوار قدیشه؟ خوب است حالا مزدور است. سلام باشید تشکر. شکر که خوب است. خواره کنم بگیرین نه؟ بگیرین خاله جان چای هم نگرفتین. نه میگیریم چرا نمیگیریم خوراکم. بخه دختر گلم من پردار کش که دلم سایس مادر جان امیال میخواستم بکنم. رسیدم یه روز که در خانه مدرم پردا کش کردگی. الو خیر بینی اوا خوراکم که رمی دقیق دل مرم دقیق گرفت. خیر بینین تا دلواز اوا این روشنی شود در خانه که دل آدم یک ذره خوش شود. میگم مادر خیلی پردا بر چی است؟ های گپ خواست پرده تا باشه خوب است. نظم خانه پرده است. اینه کشیدمش روشنی شد.
خیر بینی دختر، این کار خوب کردی. خوراک بلا یه همشیره گفت کمرای دیده دفعه میایم هیچ نشناختم چیت میشه چی میگه؟ سیما گل جان این خورخانم است، این خورخوندیم است. یک زن خوب و مهربان بی‌استونه باشه، بسیار زن خوب است. دم یک جای زندگی میکنیم، اکثرا کس که همی همسایه‌های نزدیکی بومد گفتی یگان تا میگه نمیفهم که شما تا دگانه هستین خواراسین چیزی نیج ما نمیفهمیم، یعنی در بین ما کدام به اتفاقی تا حال نشده. گوش شیطان کرد دیگه. انباقم است مثل خورا وارسم باور که کلیم 100 دل یک دل میکنم در زبانم که ایلا جور بیا که من انباق بگم نام انباقی در زبانم نمیه مثل خور کلان وارسم روی. بسیار زن مهربان و خوب کاری بسیار قربان تا سلامت باشی. اینه از پیشان بسیار راضیستم، خوش هستم. بله. اینا چند تفلک دارم؟ شکر دو دختر و یک بچه داریم دمی خانه است. بله و از ما و گپا نیست، بچه و دختر ما عزیز. بله. خب بیاز دادم کلاگیر در خانه که بود از کلاگیر. بله بله. بسیار خوب است. خب در قدر دیر کجا بودی خوار جان؟ الو گمش که خورکم با تی گپا میزنی که قدیر کجا بودی. چند دفعه خانه تا آمدم یک دفعه نگفتی باش کمی اول از امیره بگیرم. نه و گپا خانه میزنی ما بدوم. من میدوم خیر. شکر که جور استی که میدوی. ما خب خوارت خیلی جور نیست. خداش جور داشته باشد شفا بده. من خو میفهمی خورکم که باغ کلان است، نام خدا باغ کلان است بی سر بی پا دیگه. این ما دو نفر دونموجه دخترها شکر خود ما سمیله که دم کار برسیم کدام قد که بیکار شیم میگم سیما گل جان میگم بیا که بریم خانه هوا جان باز خانه تو میایم. اما وقتی که فرصت پیدا کنیم مگه نام خدا کار مالداری نام خدا زندگی نام خدا زیاد دیگه رفت آمد بیرو بارک میمانداری در خانه ما زیاد است نام خدا. خوب میکنین من خاله جان. مادرم خود زیاد صحت شام خوب نیست، باز دختر خواستن تو گپا داره دیگه. باید که بیاین. میایم چرا نمیایم؟ بوتکای ما پوسسی را میشوه که آسای ما نوک سوزن هم شوه ماندنی تا نیستیم میایم چرا نمیایم؟ خواستگاری و تو گپای خود داره. چرا نه بچه میفهم اینه باز هم آمدیم باز هم اینه میایم یک روشنی دادم روی ما گفتی اما چیزا که پرتید پیش روی ما دلکم ما جمع شده چیزی که قسمت و تقدیر باشه خوارده نمیشه. حالا قسمت میشه که تو آن کنی قسمت چطور نمیشه خوارکم. تی امروز صبح میگی ما سال سر ما تیر میکنی هیچ نیست که تو راضی شای بویی که من میتم. دیگه من امروی پدرش گپ زدم دمیده دادم دیگه باز برشان میگم که خوارای بسیار سرگردان شدن. خیر ببینی سلامت باشی قربانت دلشان خوش شود دیگه ببینیم که چی میشه. خیر ببینی نه دیگه معلم سلام کو بیا در ما دیگه در دست توست دیگه. آره کلان خانه خود توستی دیگه چیزی که تو بگی او تو قبول نمیکنه. مادر جان خیلی شما قصه تکنین من یک دفعه برم پلیس امیرا کجا هستن با اجازه تا خو آواجان قند راستی هم خودت دادم نگذر لاغراب شدی. چند روز پیش که آمده بودم خوبتر بودی. مارین هستم من شکر دارم وی یعنی هر ذره تشویش که کنم شکرم بالا میشه. وی دیگه خورال تشویش چرا میکنی؟ شکر دختر هاست دیگه آنه بچه هاست دیگه خانه و جای هست دیگه چرا تشویش کنی؟ میشه میگه اولاد داری نه دشمن داری یا اینمی اولاد دشمن آدم هستن خورد باشه خب برو نگاه میکنی نه دختر بود یا بچه بود جوان کشد کلان کشد دیگه. بله آقا جان همی گپ از خدا بیامرز از بابا کلانم شنیده بودم که میگفت دشمن داری نه اولاد داری یا میفونمون کلان دشمنت است. راست میگی گپا هست راست میگی. خود نه دیگه زنده باشن مرگشان نباشه درد غمشان نباشه دیگه چرا تشویش کنی؟ آره ما یک بیرون درون که یک 5 دقیقه دیر کردن دل مادر دلارزه هراسان میشه مادر هستی نه ما بله میشن نمیشن
کتکی گشت کتکی نگشت، در کجا رفت کجا نرفت. نه دیگه در منطقه ما شما شکر آرامی سی گپا و سخنان نیست. با کوچه کلاگی کوچگی است، یکی دیگر هم اشناسه، هیچ حاجت تشویشی جگرخونی نیست. او روز بچه کلام این سرادش در سرک قیر رسیده کت بچه چی بکت توجه خور مادر؟ بچه کجا رفت چی شده شه؟ حال یک وقت بیادرک خوردش که میگم مادر جان که تو بچه همسایه میگه رفت طرف سرک قیر. ویهی حال چرا؟ البته مت قصه کده و دیگه جوان هستن. نه جوان ها میکارشان است که یک نفر اندوالا خود نه باز فضل خدا اولادای موتی نیست. همین بچه حکم است ماشاءالله خدا نظر بد نگاه کنه که اولادای ما شما با خدا که بگویم که بچه مونو رو تو که تو اما دمو گپم است هیچ نمیگرده سرکا و چیزا نمیرن. نارم شکر اتر کارا نمیکنن منتا که نکت بیادر خونده گرد چی دیگه ما چکر رفته بودیم تا سرک قیره. کاش که کم رو باشه. اشتباه کرده باید تر در جریان میموند. این خوار جان خواستگارا خوب باز آمدن. چی بگویم حالا من؟ دو دفعه دیگه هم آمده بودن دیگه. پیشتر هم آمده بودن. میپرسیدن که چی تو شد. ما رو میگفتیم امروز دیگه شیرینی بتین. آقای کجا خانه است؟ کی خبر داره آقای؟ مادرم هم میگه گفت من بدون اجازه ایزو کی شیرینی دادم میتونم. چقدر خطا هستن؟ بسیار دیگه. خود تو خود دلت هست دیگه. خب چیزی که نصیب قسمتم باشه من چیزی گفته نمیتونم. اگم دمی 3 دفعه آمده بسیار خوب زن معلوم میشه. خوب مردم معلوم میشن دیگه. نمیفهمم آدم شناختن مشکل است. نه باز خوشی تو آره. نه خب باز اما قدر است که اینا نزدیک تان است قریه تان رفت آمد یک ذره شاید داشته باشین نه؟ بگویم شاید بره و بیه دیگه من نمیفهم قدر خبر ندارم. خود اگر رقم که خودت راضیستی هم تو بکو اگر راضیستی خونه قبول که اگر نیستی هم به زور نگی کسی را به خاطر گپ هیچ کس نگی کسی. نه خوارک چیزی که آقایم بگویم حالا تو دیگه با آقایم گفته تا نیستی چیزی که ما بگویم. خب شرایط ما فرق میکرد شرایط تو فرق میکنه. خوارک مردی ما زمو یک پدر هستیم او شرایط او گپ نیست شرایط ما تو خیلی فرق میکنه. تو را به زور داده نمیتونن. مادرم طرفدار تو هستک هر چیزی که تو بگویم تو میکنه. نه بگویم طرفدار نیست بگویم زیادتر طرفدار خودت بود. هیچ جگر تخونه که خوارکم نیست امیرا ما خود راست میگم. چی وقت طرفداری مرا کردن ما چقدر گفتم من نمیگیرم کلگیتان دسته که کرده بودین که اونا مورا بگی شرایط تو فرق میکنه. خب اگر من از تجربه خود میگم به عنوان یک خوار کلان که به گپ هیچ کس نکده این مسائل فقط چیزی که خودت راضیستی همون کارا بکن. حالا هم راضی معلوم میشی من که میبینم تو دختر نیستی که اگر راضی نباشی تو خود مظلومک بگی دخترم میشناسم. خب اگر عروسی هم نکنی میگه ولی این خانه مونده است. گپ هست من چم نمیفهم چی بگویم. سایستی که راضیستی دیگه گپ نیست قبول کن. خدا قسمت نیک من دینمی یک ذره دل میزنم کال اونجا برم بگویم نگی نری خانه خوارت. نه او گپاش خوب گپ بزن تو مردم چی معلوم نمیشن خودشان میگفته. البته من نمیفهمم که ما قیدگیر نیستیم آدم های آزاد هستیم. خب قیدگیر نیستن؟ نه خودشان های میگیرمش. بگیرش. نه شوخی میکنم نه خودشان میگفت ما مردم های قیدگیر نیستیم چادری او نمیفهم لباس های کشال یا هیچ خوشی نداریم. خب برو خوب کم چادری نمیپوشانن. همه هم خوب است. من خوشیم چند دفعه در گوشم زد که بچه این وظیفه میری چادری بپوش. گفتم مادر جان من پوشیده نمیتونم. من این چیزا رو پوشیدم و نمیتونم بپوشم.
خوشوی تو میگفت که ما بسیار مردم آزاد هستیم، ما بسیار زیاد زور فیش زد آمد. کاش که با جای تو عروس از امو من می بودم، میدید که من چی رقم قضیره میدادم. خو سمیرا بزرگ هستن، آدم احترامشان حفظ میکنه. یعنی خو هر کسی بلد است که به نزاکتی و چی کنه در مقابلشان. ما حالا خود چوب نمیگیرم دیگه، آنها خودت دیدی خوب میکنی. گپ خودم میگم. بگمش که سر فامیل من نریم جگر خونیست کلگی. کلش جگر خونیست. حالا شادیایی تر قصه کنی. با آن خوارکم از ما چی خواد شد؟ مرا خدگم تنداختن در سراتش. چی قصه کنیم از کلگی تان دسته یکی کرده بودن که نمیره بی نمیره بی. خود آمد زیاد که ما باغ داریم، ما زمین داریم، ما ترستیم و ما دخترم میمانم برای کار کنه. من چی خبر داشت؟ در سراتش چی قصه کنیم از کلگی تان دسته یکی کرده بودن که نمیره بی نمیره بی. خود آمد زیاد که ما باغ داریم، ما زمین داریم، ما ترستیم و ما دخترم میمانم برای کار کنه. من چی خبر داشتم؟ من خبر میداشتم نمیدادیم. خب یا خیر. خب چیزی که نصیب قسمت بوده خوارک. همون گپ است. کاری از نصیب خود نه زیاد میبینه نه کم. هم تو هم چپتا نگی. خب از کمی مردم آزاد است که مرا میمانه خانه تو. آزاد باشن میمانن. قیدگیر که باشه باز میگن نه باز معلوم هم میشن. ولی آدم های خوب معلوم میشن. نظر به گپایشان دیگه که چطور هستن نمیفهمم واقعا. باز خودت مادر رفته خانهشان دیدهشان یا نه؟ نمیفهمم. خبر ندارم خبر. درباره‌شان. این دفعه باید برن ببینن کل چیزا. بچه ببینن خانهشان ببینن. تو ماوری نکنین دیگه. نه که بگوید رفته بچه باغا زمین بیل میزنه. بدون دیدن هیچ وقت چی قبول نکن. باید برن ببینن. نه یا شاید هم دیده باشن دیگه من نمیفهم پرسان نکنیم. نه اگه میدید خواه آقای میگفت اگه برو بچه را دیدیم بده شیرونی. آقای هم تونست چیزی نگفته. نمیفهم. خب عوا جان از دیگه قصه میگذاریم. حال راستی دیگه بگو دیگه ما رو دل ما را خوش کن. امی دختر تو هم کس اولاد تو هم اولادم است دیگه. عروس هم مثل دختر است، مثل دختر نه دختر است. باور کنین که دختر تا خوب نگاه کنم یک گل واری نگاه کنم. دخانه تو شاید که یک ذره جگر خون شاید دخانه ممق جگر خونم نمیشه. دختر تا خوش نگاه میکنیم، خوب نگاه میکنیم. باز نام خدا بچه ما تحصیل کرده است، زندگی بسیار اعلی درجه داریم، بچه بسیار مقبول و با ادب است. شکر دو تا دخترکای ما گل واری دختر با دختر توی دعوی گرم و سرد دستم نمیزنه. دخترای ما شکر اینه خورخانم است، خودم هستم. دختر تا بسیار خوب نگاه میکنیم. هیچ وقت دختر شکایت نخواد کنه براتون دیگه. شکایت نمیمونیم که شکایت مگم کت بیادرم یک ذره گپ بزن دیگه. ایت کار سیاسی کو برش بود دیگه. تا یک ذره صفت توصیف کو. ایتو نه دیگه که بوی که فلانی آمد خواستگاری بعد خلاص. یک ذره صفت توصیف کو که وام دیگه یک ذره جلب جذبش قوی شوه. بیا خدا مهربان است. بازار اولاداش او بیا امروز گپ میزنم. درسته خدا خو مهربان است. خدا خو گفته که تو حرکت کن من برکت میکنم. حالا این ما خو آمدیم کوشش تو هم بندگی هم درست است نه که کوشش کنه دیگه. بر من این دفعه دیگه حال باز تو میخوای که ما رو باز بخوای که بیاییم نه دیگه خوارکم دیگه سمسایی گپ بزن دیگه. دل ما را خوشحال بساز دیگه تر نکو. خب من امروز گپ میزنم. بیا میشه که بخیر و راضی شویم دفعه بین برتان شیرینی بده. این بر من یکی خلاص بگو دل مرا خوش بساز که بیایم دیگه دفعه بگو که بیایی که من دستمال میتونم نه که ما بیایم خو خیر را خوش آمدی بخیر را خوش می دیگه. ایت نه که بر ما بانه ایلا کنی ولی این پدرش نکرد قبول کنه تشت. خوار جان من حالت برتان 100% گفته نمیتونم که بین ما برتان دستمال میتونم. خب ما کتش گپ میزنم شما بیازم میایین که باز راضی شد ما برتان حتما دستمال شیرینی میتونم.
خود سعی دیگه ما باید این دفعه که آمدیم بر ما دستمال بده اینطور نه که دیگه ما بیایم بالا بدانه که خشک بریم با خدا این دختر تا مینه شکر بیشوی نمیمانم نام خدا جوان دختر بیشوی نمیمانم بچه مام خود دلم سرم دختر رفته دختر خوشم آمده دختر کاری باری بسیار دختر مقبول خوشم آمده آمدم اینا گفتی یکان تا دم قری ما خو کم نیست فامیل خوب بدین خانم خوب بدین به مخاطر پشت دخترتان آمدم باز نام خدا خانه ما میتونی که پرسان کنی اینه عکس بچه من نشان میتم بهترین بچه است خب پای دخترت نمیلخچن این بچه معقول است بچه آرام است خوب بچه است این مقبولی مهم نیست اخلاق مهم اخلاق هم داره نام خدا از هر چی پوره اخلاق بگی سر بگی صورت بگی هر چیز شکر پوره و مکمل است درست است من میگم پدر اولاد داره صحیح دیگه بگی حتما ضروری بگی خوراکم اینطور نیده که ما را دیگه بالا بدان خشک رایی کنی که بگی نه دست خالی رایی مک یکی را خب بردن یعنی یک دخترک دارم سمیرا که اینو ما میبریم بخیر این هم شما ببرین دیگه نه خدا مهربان با او نیست خانه ما ایدهی جسته بازه قدور هم نیستیم خب که به نظر ما دور میایه دیگه که به طلبی میایه چرا نمیایه خانیت میایه یک هفته بعد دو هفته بعد خانیت میایه خدمت تمیه کنه باز تو بخی بیه خانه دخترت خانه ما بیه دیگه یک فامیل میشیم درست است حالا گمش که دیگه تو به خدا از امی قگپات دیر شد ما حالا همینجا آمدیم این دان مرا شیرین که دیگه دان که شیرین شد دیگه چی ماند خلاص شد خب خلاص شد ما به خاطر گپ من دان شیرین کردن آمدیم دیگه خب خیره دو سه دفعه آمدی خیره یک دفعه دیگه هم نیتی که آمدی نه دیگه دفعه ما رو جمع نکنیم شیرینی رو بیر به ما دان ما رو شیرین که ما بریم بخیر نه من پدرش دشت صحرا در باغ زمین من برای شما شیرینی بیارم که شاید بعد خودت مادر است دیگه بعد میتونی مادر که صلاحیت هم داره نمیشه که شیرینی رو من بتون باز مادر پدر را راضی بسازم که در ملک کسنگ نمای شما این گپ هست گمش که دیگه چی بگویم مواجان اینمی کشمش هم میخوریم دان ما شیرین کرده شیرین میشه دیگه دلت دیگه ما خیلی دفعه تصمیم گرفتی که بی شیرینی دیگه نمیریم بر ما باید شیرینی بتی کشمش صدقه سرت بخوا منطقه به خاطر سمیرای کار نمیشه دیگه که تو به کشمش دانت شیرین کنی نه دیگه خوارکم تو دیگه امراش گپ میزنم 100%. هی دخوار خواندگی مستکم نیستی بگی گمش که یک دوای خیر کن بتمی دختر علاو اکبر چی پشق قصه میگردی خود دخترای تا بی چیزای شاورت میدی الو خوراکم تو گپ زدی که بر چی بگم من خوش خودم بیایم بچه خوشم بیای خاندانش خوشم بیای اون سر کلان خانه سم میتم شوهرم زن نمیشناسه زن یک کار کنه مرد نمیکنه حالا او شوهر تو کمبخت در باغ سر زمین پلوان است خون آمدی خانه و جای ما را دیدی زندگی ما را دیدی خودت که بتی وی چه کدام مونیت نداره خوار جان اینمی دختر دیگه ما پدرش بسیار شلگی کردم که اینا مردم خوب هستن بته دختره دادیم مال دختر همه ترس که بیخی من پیش پدرش شرمنده هستم پیش خودم و دختر شرمنده هستم